در ماورای کوههای اورال سرزمینی پهناور وجود دارد که پوشیده از سفیدی‌های برف و قصه‌های سیاه است. جایی که بر روی سنگفرش‌های یخزده مردمانی با قلب آتشین زندگی می‌کنند. در این مکان با هر برف خاطره‌ای پوشیده می‌شود و با هر بهار رازی برملا. اینجا روسیه است. شروع سلطنت 300 ساله رومانوف‌ها از سال 1613 میلادی با تاجگذاری میخائیل اول که به میخائیل مخوف معروف بود شروع شد و از معروفترین تزارهای روس میتوان به پتر کبیر که بنیانگذار شهر سن پیترزبورگ بود و قلمرو روسیه را به حوالی دریای بالتیک گسترش داد، کاترین دوم که کریمه و لهستان را به روسیه اضافه کرد، ایوان چهارم، الکساندر اول و در نهایت نیکولای دوم اشاره کرد. حالا این سوال مطرح میشه که این امپراتوری عظیم و با شکوه چرا و چگونه به پایان رسید؟ برای یافتن جواب این سوال با ما همراه باشید. قبل از اینکه وارد جریان انقلاب روسیه شویم، باید منشأ افکار انقلابی را ریشه یابی کنیم و برای این کار ابتدا باید با شخصی به نام کارل مارکس آشنا شویم. مارکس یکی از مهمترین تئوریسین هایی بود که نقش مهمی در انقلاب‌های دهه 80 و 90 میلادی را ایفا می‌کرد. مارکس فیلسوف، جامعه شناس و نظریه پرداز آلمانی بود که اندیشه‌های او تأثیر عمیقی بر جنبش‌های سوسیالیستی در سرتاسر جهان داشت. مارکس اعتقاد داشت که تاریخ جوامع بر اساس مبارزه طبقاتی پیش می رود و نظام سرمایه‌داری بر پایه استثمار کارگران برپا است. طبق گفته های مارکس، طبقه کارگر یا همان پرولتاریا باید با انقلاب سیستم سرمایه‌داری را سرنگون کند و در نهایت جامعه‌ای بدون اختلاف طبقاتی و مالکیت خصوصی ایجاد شود. بنیانگذار اندیشه مارکسیسم در روسیه گرگوری پلخانوف بود. اما غیر از جبهه مارکسیست‌ها، چپگراهای افراطی دیگر نیز در زمان او بودند که با نام حزب اراده خلق شناخته می‌شدند. این حزب دارای عقاید پوپولیستی بود و تزار به مراتب از آنها بیشتر می‌ترسید تا مارکسیست‌ها، چون عقاید آنها شامل ترور فردی و حملات مسلحانه میشد، برخلاف مارکسیست‌ها که مسیر انقلاب را بسیار صلح‌جویانه‌تر و دیپلماتیک‌تر دنبال می‌کردند. یکی از مهمترین اقدامات حزب اراده خلق ترور تزار الکساندر دوم بود. اما این اقدام نه تنها نحوه حکومت سلطنت تزار روسیه را تغییر نداد، بلکه آن را بدتر هم کرد. به همین علت حزب اراده خلق تصمیم به ترور تزار بعدی هم گرفت، اما نقشه ترور آنها توسط سرویس پلیس مخفی روسیه که اوخرانا نام داشت برملا شد و تعداد کثیری از اعضای حزب و رابطین آنها دستگیر و اعدام شدند. تزار که خوشحال از انحلال حزب اراده خلق بود، با اعدام شخصی به نام الکساندر اولینوف دست به کاری زد که سلطنت 300 ساله رومانوف‌ها را به اتمام رساند. اما چگونه؟ ولادیمیر الیچ اولینوف برادر کوچکتر الکساندر اولینوف بود. ولادیمیر در 16 سالگی پدر و 1 سال بعد هم برادرش را از دست داد. ولادیمیر از 18 سالگی با اندیشه‌های مارکس آشنا شد و چون برادر یک خائن بود، اوخرانا همیشه او را تحت نظر داشت. او به صورت زیرزمینی شروع به فعالیت‌های سیاسی کرد. ولادیمیر در سوئیس با پلخانوف ملاقات کرد، اما بعد از بازگشت به روسیه دستگیر و سپس زندانی و تبعید شد. اما زندان و تبعید نتوانست جلوی اراده و تفکر ولادیمیر را بگیرد و او در همین حین با نام مستعار لنین اولین کتاب بزرگ خودش یعنی رشد سرمایه‌داری در روسیه را منتشر کرد. لنین در یکی از سفرهای خود به لندن با کسی آشنا شد که میتوان گفت دومین نقش مهم را در انقلاب روسیه داشت، یعنی لئون تروتسکی. تروتسکی دوست و همفکر لنین بود و در بسیاری از اتفاقات زندگی لنین همراه او بود. لنین اولین روزنامه سیاسی خود را به نام ایسکارا وقتی در آلمان بود منتشر کرد. این روزنامه ها به صورت مخفیانه توسط قاچاقچیان وارد روسیه می شدند و از آنجا توسط سوسیالیست ها در کل کشور پخش می شدند. در تولید این روزنامه ها سعی می شد تا در حد امکان سبک و نازک تولید شوند تا هم حمل و نقل آن راحت تر باشد و هم تعداد بیشتری از آنها را بتوانند تولید کنند. ایسکارا تا چندین سال به کار خود ادامه داد و به عنوان محل اصلی تجمع سوسیال دموکرات های روسیه شناخته می شد. در تاریخ مارس 1898 مجمع سوسیالیست های شوروی کنگره ای را تشکیل دادند که در آن به واسطه اختلاف نظرهایی که پیش آمد جریان سوسیالیستی به 2 شاخه تقسیم شد.
یک جریان اکثریت که با ایده های لنین همسو بود و با نام بولشویک ها شناخته می شدند و یک جریان اقلیت دیگر به نام منچویک که با هدایت شخصی به نام مارتوف دنبال می شد. بولشویک ها خواهان تسلط مطلق سرکرده های حزب سوسیالیست بر طبقه کارگر و دهقانان بودند تا بتوانند جامعه‌ای بدون اختلاف طبقاتی بسازند. اما منطق منچویک ها رشد کارگران و دهقانان پایه و بنیان حزب بود و اینکه انقلاب سوسیالیستی متعلق به مردم است و حزب فقط وسیله‌ای برای آگاهی دادن به مردم می باشد. اولین انقلاب علیه حکومت تزار در سال 1905 رخ داد. کارگران و دهقانان معترض که در فقر و استثمار شدید بودند، در 9 ژانویه 1905 به سمت کاخ زمستانی تزار در سن پترزبورگ تظاهرات کردند. اما سربازان تزار بر روی مردم بی‌سلاح آتش گشوده و صدها نفر را کشتند و زخمی کردند. این اتفاق که به یک شنبه خونین معروف شد، نفرت عمومی را از تزار افزایش داد و بر آتش اعتراضات افزود. بعد از یک شنبه خونین، تقریباً تمام صاحبین کسب و کارها و کارگران دست به اعتصاب زدند. در سن پترزبورگ اوضاع تقریباً از دست تزار خارج شده بود. اولین تشکلی هم که ایجاد شد، شورای از نمایندگان کارگران با نام سوویت بود. در سوویت از تمام کارگران کشور نمایندگانی انتخاب شدند و از بین همان نمایندگان هم 40 کارگر به عنوان منتخب برگزیده شدند که بازتاب دهنده حرف دل 200,000 کارگر روسی محسوب می شدند. با قدرت گرفتن شورای کارگران با ریاست لئون تروتسکی، تزار که حکومتش را در خطر میدید، با بیانیه ای وعده اصلاحات جدیدی را به انقلابیون داد تا بلکه شعله خشم آنها را کاهش دهد. در این بیانیه وعده تأسیس مجلسی به نام دوما که قدرت قانونگذاری داشته باشد و ایجاد تریبونی برای بیان نظر به صورت آزادانه داده شد. اما این اصلاحات برای شورا کافی نبود. نظر سوویت بر این بود که چون نیروهای ارتش بابت شکست‌های روسیه از ژاپن در جنگ از دست تزار ناراحت هستند، به راحتی جذب عقاید آنها می‌شوند. این ایده آنها تا حدی درست بود و توانست عده‌ای از نظامیان را متقاعد کند، اما غافل از اینکه هنوز بخش بزرگی از ارتش که به تزار وفادار بودند، نقش اصلی را در سرکوب معترضان بازی کردند. در حالی که تزار مشغول سرکوب شورا در سن پترزبورگ بود، لنین که با قاچاق سلاح به روسیه توانسته بود ارتش شبه نظامی را برای خود بسازد، در مسکو دست به قیام زد. در ابتدای قیام مسکو، نیروهای شورشی با جنگ‌های نامنظم و داخل شهری توانستند پیروزی‌های خوبی را در برابر نیروهای نامتمرکز حکومتی به دست بیاورند. اما وقتی اوضاع در داخل پایتخت آرام گرفت و وقتی شورا عملاً در هم شکسته شد، نیروهای کمکی دولت راهی مسکو شدند و ورق مبارزه را به سمت تزار برگرداندند. بعد از شکست قیام مسکو، مخالفین لنین او را به هدر دادن بیهوده خون انقلابیون متهم کردند. اما خود لنین اعتقاد داشت که این قیام اولین پله برای رسیدن به انقلاب بزرگی است که روسیه را به شکوه خواهد رساند. تزار بعد از پیروزی در انقلاب 1905 تمام امتیازاتی را که داده بود پس گرفت. نشریه‌های انقلابی را بست و تعداد زیادی از دموکرات سوسیالیست‌های انقلابی را دستگیر کرد و تنها برای ظاهرسازی در انجام اصلاحات اجازه داد مجلس دوما صرفاً جهت مشاوره در امور حکومتی و بدون اختیارات قانونی باقی بماند. اما خود لنین حضور اعضای حزب در مجلس دوما را تن دادن به خواسته‌های تزار و پایمال شدن خون انقلابیون می‌دانست. اما سوالی که وجود دارد این است: بولشویک‌ها هزینه عملیات‌ها، سلاح‌ها، چاپ و انتشار روزنامه‌های خود را از کجا تامین می‌کردند؟ جواب این سوال در بخشی از ایدئولوژی لنین به اسم مصادره نهفته است. مصادره یعنی انقلابیون حق دارند از هر طریقی که می‌توانند با ضربه زدن به دولت نیازهای خود را از راه‌هایی مانند سرقت، قاچاق، ازدواج‌های هدفدار و یا چاپ پول تقلبی به دست بیاورند. وقوع جنگ جهانی اول ضربه مهلکی به امپراتوری روسیه وارد نمود و تزار را متحمل شکست‌های سنگین مقابل آلمان و اتریش کرد. ناکارآمدی خطوط حمل و نقل ریلی باعث کمبود دسترسی مردم به مواد غذایی شد که زمینه‌ساز ایجاد قحطی گردید.
کمبود سوخت مواد اولیه، ویرانی خانه‌ها و آوارگی مردم فقط بخشی از آسیب‌های جنگ جهانی اول برای مردم روسیه بود. شروع وخامت اوضاع معیشتی اکتبر 1916 بود. تزار که برای بازدید از میادین جنگ رفته بود، پایتخت را در دستان ملکه و راسپوتین که از وی به عنوان مشاور و معشوقه مخفی ملکه یاد می شود تنها گذاشته بود. علیرغم گزارش‌های اوخرانا مبنی بر پتانسیل انقلاب مردم ناراضی، حکومت توجه چندانی به این مسائل نمی‌کرد. در فوریه 1917 دور دوم از اعتصابات گسترده علیه حکومت آغاز شد. ابعاد نارضایتی مردم روسیه به حدی بود که حتی سربازهای تزار هم به جای سرکوب مردم به آنها پیوستند. در 23 فوریه 1917 زنان کارگر روس با شعار نان می‌خواهیم راهی خیابان‌های پتروگراد که همان سن پترزبورگ امروزی است شدند. در مارس 1917 شورشیان توانستند به زندان‌ها نفوذ کنند و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اعضای خاندان سلطنتی متواری شدند و تمام کسانی که تحت تعقیب اوخرانا بودند توانستند وارد پتروگراد شوند. در ماه مارس دولت موقتی با هدایت الکساندر کرنسکی و شورایی از کارگران ایجاد شد و سلطه رومانوف‌ها بعد از 300 سال با استعفای رسمی نیکولای دوم از حکومت برچیده شد. در بخشی از متن استعفای نیکولای دوم آخرین تزار روسیه نوشته شده که در روزهای بزرگ مبارزه با دشمن خارجی که نزدیک به 3 سال است برای تصاحب سرزمین پدری ما تلاش می کند، خدای متعال خواست تا بار دیگر آزمونی سخت و سنگین بر روسیه نازل کند. طی روزهای گذشته من متقاعد شدم که علیرغم میل باطنیم ادامه حکمرانی بر امپراتوری روسیه ممکن نیست. با عشق به میهن و وفاداری به سوگند مقدس تزاری من از تاج و تخت روسیه چشم پوشی می کنم. انقلاب فوریه یک انقلاب مردمی و خودجوش بود که به دلیل مشکلات موجود در اقشار مختلف مردم باعث همبستگی آنها و پیشبرد اهداف انقلابی بدون داشتن رهبری متمرکز شد. اما این آخر ماجرا نبود و شگفتی‌های بیشتری با آمدن یک بازیگر دیگر به میدان در راه بود. لنین که مخفیانه به روسیه برگشته بود، تشکیل یک گارد نظامی با نیروهای مسلح بولشویک با نام گارد سرخ یا ارتش سرخ داد که هدایت آن را دوست دیرینه‌اش تروتسکی بر عهده داشت. دولت موقت نیز که به خاطر ماندن در جنگ جهانی و تبلیغ پروپاگاندای نیروهای بولشویک با شعارهای قابل لمس حمایت همه مردم روسیه را نداشت، دچار ضعف بود. در اکتبر 1917 نیروهای بولشویک پست‌ها، پل‌ها و مراکز حیاتی کشور را یکی پس از دیگری فتح کردند و از سمت نیروهای دولت موقت هم شاهد مقاومت چندانی نبودند. سرانجام پس از تصرف کاخ زمستانی کرنسکی فرار کرد و لنین در دومین کنگره سراسری شوراها پیروزی انقلاب سوم روسیه را اعلام کرد و نخستین دولت تمام کمونیستی را تأسیس نمود. لنین پس از به قدرت رسیدن روسیه را به یک حکومت شوروی تغییر داد. جمهوریی که در آن خبری از دموکراسی نبود. احزاب مخالف لنین سرکوب می شدند. اموال مخالفان و سرمایه‌داران مصادره می گردید و مطبوعات آزادی برای بیان حقایق نداشتند. اوخرانا که حالا با سازمان چکا جایگزین شده بود، ترس و لرز به اندام هر کس که فکر ضد حکومتی داشت میانداخت و سرنوشت دستگیر شدگان چیزی جز اعدام یا اردوگاه کار اجباری نبود. دولت نیروهای نظامی خود را از جنگ جهانی خارج کرد تا با باقی مانده نیروهای وفادار به تزار که ارتش سفید نامیده می شدند مقابله کند. با کنار رفتن کرنسکی و مرگ مرموز تزار و خانواده‌اش، لنین یک کتاز صحنه سیاسی شوروی بود. در 30 دسامبر 1922 اتحاد جماهیر شوروی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. در این تاریخ جمهوری‌های سوسیالیستی روسیه، اوکراین، بلاروس و قفقاز طی یک پیمان اتحاد USSR را ایجاد کردند. اما دست روزگار در این دوران همراه لنین نبود و بیماری عصبی او رو به وخامت گذاشت تا اینکه در نهایت در ژوئن 1924 2 سال پس از تأسیس اتحاد جماهیر شوروی لنین دار فانی را ودا گفت. پس از مرگ لنین شوروی کش و قوس‌های فراوانی را پشت سر گذاشت و در نهایت جوزف استالین با کنار زدن رقبای سیاسی خودش توانست بر مسند قدرت بنشیند و بدین صورت انقلاب کارگری لنین به دیکتاتوری بوروکراتیک استالین تغییر فاز داد.
ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگه به دیدن محتوای تاریخی و داستانی علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشنش رو فعال کنید تا با روایت‌های جدید ما همراه باشید.